داداش سلام. سلام داداش. خوبی؟ قربونت سلامت باشی. من روز اول باشگاهه چه حرکاتایی بزنم؟ یا تا بگم. خیلی خوشحالم که بالاخره تصمیم گرفتی ورزش کنی. اینجا فقط قرار نیست به جسمت برسی. اینجا روح، روان و خلاصه همه چیز قراره جلا داده بشه. خیلی همین ورزش اعتیاد آوره و بعد از چند وقت دیگه نمیتونی که باشگاه نری، باید بری. حرکت اول، حرکت پرس سرشانه دستگاه. تو این حرکت دستتون رو یکم بیشتر از عرض شونتون باز کنید و به همین روش اجرا کنید. در ضمن مچ دست تو هیچ حرکتی نباید خم بشه و بشکنه. حرکت سوم، حرکت پرس سینه دستگاه. یه وزن مناسب انتخاب کنید که فشار زیادی بهتون وارد نشه تا بتونید حرکاتو کامل و درست اجرا کنید. حرکت سوم، حرکت زیر بغل لت از جلو سیمکش. زمانی که میله رو به سمت پایین میارید، مطابق فیلم بدنتون یکم به سمت عقب میره و دوباره برمیگردید به حالت اولیه. حرکت چهارم، حرکت جلو بازو سیمکش. تو این حرکت دستا از قسمت آرنج باز و بسته میشن، پایین تنه و بالا تنه کاملا ثابتن. حرکت پنجم، حرکت پشت بازو سیمکش. قرقره کراس رو به بالا بیارید چون قراره از بالا به پایین نیرو وارد کنید تا قسمت پشت بازوتون درگیر بشه. حرکت ششم، حرکت جلوران دستگاه. دقیقاً طبق ویدیو اجرا کنید. حرکت هفتم و حرکت پایانی اسمش هست پشت با دستگاه.